محمد رضا هستم، یک معتاد. سلام محمد رضا. به نام اون خدایی که راه درست زندگی کردن رو به همه ما آموخت. بخوام از احساسم بهتون بگم، خیلی خوشحالم. قرار بود 21 سال و 57 روز پیش من بمیرم. خدا لیاقت داده 21 سال و 57 روز پاکی دارم. نزدیک 5 ماه یه روز من خونه نرفتم و فکر کنم این آماری که میگم قابل احترام باشه. 26/8 صبح زنم و ماچ کردم، نمیدونم سه تا بچه خوشگلم ماچ کردم زدم بیرون. امروز 27/1، یعنی به روایت تصویر 5 ماه یه روز من زن خوشگلم و سه تا بچه‌مو ندیدم. ولی خب آمار خیره کننده‌ای براتون آوردم. 83 تا از شهرهای ایران زمین سفر رفتم، 193 تا کمپ رفتم، توشون کمپ بانوانم بوده، کنیزی لغزشی و بچهای مریض خدا رو کردم. 275 تا جلسه انجمنی داشتم و به خیلی از معلولین و نیازمندا و آدمای نمیدونم زمین خورده کمک کردم. فکر کنم یه بزرگی میگفت اگه میخوای خدا رو احساس کنی یه کار خوب کن که آدما رو خوشحال کنی. ما اتکلون رو برای خودمون میزنیم، اتکلون 1 میلیونی 10 میلیونی ها، ولی واقعیت اتکلون اینه دیگران از بوی اتکلون لذت میبرن. یه جوری باید زندگی کنیم که دیگران با دیدن ما حالشون خوب بشه. اینا نمیخوام زیاد مثل همیشه مشارکت کنم. ببین، من عاشق شخصیت محمد آذریم. اسمش تعریف نیست، اسمش عزت نفسه، اسمش اعتماد به نفسه. وقتی میبینم طرف میگه محمد آذری، من با دیدن لایوهای تو، با دیدن کلیپای تو، با سفری که تو فلان شهر اومدی، من 10 سال 8 سال 11 سال مواد نزدم، احساس غرور خاصی میکنم. و واقعیت اینه، من سید محسن عزیز رو به خاطر خدمتایی که با رفقاش میکنه خیلی قبول داشتم. دوست داشتم اختتامیه این سفر 5 ماهه تو کمپ تلیه سبز راهی آقایان شهریار باشه با مدیریت دوست عزیزم. ببین، 21 ساله دارم میگم بهبودی مدرسیه که شهریش تراور و پول نقل نیست. شهری بهبودی درده. امثال سید محسن جان بچه‌هام پدر صاحب جنسشون در اومده و منی که خودم تو همین سفر تو عصبیه تولد 21 سال پاکیمون گرفتم، میدونم سید محسن چه ریاضتایی گرفته، چه ریاضتایی کشیده. من معذرت میخوام، بالاخره من 5 ماه خورده تو سفر بودم، یه خورده خستگی هنوز تو بدنم هست، ولی واقعا دوست داشتم تولد سید حضور پیدا کنم. من امیدوارم اتفاقای خوب مالی، احساسی، عاطفی، اجتماعی برای سید رفقاش رقم بخوره. برای سید ثروت، فراوانی، شهرت، محبوبیت و روحانیت آرزومندم. الهی خدا برای سید و تمام خدمتگزارای کمپ تلیه سبز راهی آقایان شهریار خوب بخواد و خوب بزن. سید دوست دارم مثل مادری که بچه‌شو دوست دارن. ما این برنامه‌ای که امروز 21 سالگی رو رقم زدیم، شروع خوب و شروع دوباره است. جناب محمد آذری در کنار ما هستن و کارهایی که دیگر رو می‌خوایم انجام بدیم. آسیب‌های اجتماعی بچه‌هایی که کف خیابون هستن همراهی کنیم، همدلی کنیم، دستشون رو بگیریم و توی مرکز بریم پارچم رو بزن زندگی دوباره برگردن. با امید روزی که ایرانی عاری از اعتیاد داشته باشیم و هیچ دوست همدردی از بیماری اعتیاد درد نکشه و نمیره و خانوادگی اشک نریزه. بزنیم به افتخار تمام بچه‌هایی که امروز تو مسیر بهبودی قرار گرفتن و سلامتیشون رو دست بگیرن. مرسی محمد. مرسی. ما در خدمت